خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش داشته باشد. عزیزان و بزرگواران، بحث امروزی ما ارتباط به مسئولیت ما در قبال اکل و شربی که داریم، خوردن و نوشیدنی که داریم. دیشب قرآن عظیم الشان را تلاوت می کردم و بعضی جملات قرآنی وقتی که انسان میرسه که قرآن میگه وقتی شما تلاوت میکنیم تدبر داشته باشید. چند جا در تلاوت من از بحث کلو بخورید گذشت. یا ایها الرسل کلو یا ایها الذین آمنوا کلو. اینها بعد از هر کلویی، بعد از هر خوردنی، الله سبحانه و تعالی برای ما یک مسئولیت بیان میکنه. وقتی من با اینها متوجه شدم گفتم سبحان الله، این اکل و شربی که ما داریم، این خوردن و نوشیدنی که ما داریم، و الله سبحانه و تعالی بعد از هر کلوه برای ما وظیفه میده، برای ما مسئولیت میده. پس بناهن این خوردن ما و نوشیدن ما، راحت غذا میخوریم، راحت آب می نوشیم، راحت از نعمتهای اکل و شرب استفاده میکنیم. آیا تا به حال به این فکر افتادیم که الله سبحانه و تعالی وقتی در قرآن عظیم الشان آیاتی که بحث کلو هست که میگه یا فکلو یا میگه و کلو، بعد ادامه از او چی هست و از ما چی میخواهد؟ وقتی الله سبحانه و تعالی میفرمایه و کلوا مما رزقکم الله، ادامه آیه چی میگه به ما؟ وقتی الله سبحانه و تعالی میفرمایه فکلوا مما ذکر اسم الله، از ما چی میخواه و میخواه به ما چی پیام داشته باشه؟ وقتی الله سبحانه و تعالی میفرمایه کلوا واشربوا، ادامه آیه چی میگه؟ این آیاتیه که ما را متوجه مسئولیت اکل و شرب در بین جامعه ما رواج هست که صبح، چاشت، شب در 24 ساعت 3 وعده انسان غذا میخوره. گرچه از لحاظ شرعی 2 وعده هست، صبح و شام هست. به اینه که حالا صبح و چاشت و شام وقتی انسان غذا میخوره، اکل و شرب داره، آبی که مینوشه، غذایی که میخوره، در قبال ای اکل و شرب و خوردن و نوشیدن چی مسئولیت داره. قبل از این که این آیات را اشاره کنم، چی خوبه که ارتباط به آداب غذا خوردن اشاره مختصری داشته باشیم. آداب غذا خوردن و مسئله که وقتی که ما غذا میخوریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما چی دستوراتی داده شده و ما باید کدام نکات را باید رعایت بکنیم. مسئله آداب غذا خوردن عزیزان و بزرگواران بحث طولانی هست. من فقط 20 آداب از آداب غذا خوردن را فقط فهرستوار اشاره می کنم. اول چیزی که مربوط به مسئله غذا هست و مسئله آداب غذا خوردن هست، خوردن غذا از رای حلال با نیت تقوا و با قصد نیرو گرفتن برای اطاعت پروردگار عالم و عبادت الله سبحانه و تعالی. وقتی غذا میخوریم به چی نیت غذا میخوریم؟ یکی از عرفا و بزرگان میفرمایه اگر کسی یک غذای را به نیت ای بخوره که شهوتش افزوده بشه، اگر غذا را خورد که شهوتش افزوده بشه، این قول یکی از عرفا هست، از بزرگان دین هست، از اولیای الهی است. میگه بین این شخص و بین پروردگار عالم چندین حجاب میآیه، یعنی فاصله ایجاد میشه. اما به نیت
تقوا، به نیت عبادات، به نیت این که اطاعت از الله و رسول بشه. اینجاست که این غذا برایش نه تنها که از این پرسان نمیشه، بلکه خوردن این غذا برای از او عبادت هست، عبادته. به همینه که کسی از سیدنا علی ابن ابی طالب پرسان میکنه، میگه که شما پروردگار خود را شبانه روز چند ساعت عبادت میکنید؟ سیدنا علی ابن ابی طالب میفرمایند ما شبانه روز 24 ساعت پروردگار خود را عبادت میکنیم. شخص بیدینی بود، شخصی بود که دین نداشت، الله را نمی شناخت. و بعد گفت که عجیب، شما آیا خواب نمی شویم؟ شما با زنان خود، زنان منکوه نزدیک نمی شویم؟ شما مگر اکل و شرب نداریم؟ سیدنا علی ابن ابی طالب می فرمایند بله، ما وقتی که میریم به کار و معامله و تجارت، دنبال کار و معامله به نیت ای هستیم که روزی حلال پیدا کنیم، او کاروبار به ما عبادت هست. وقتی که ما میخوابیم به این نیت میخوابیم که برای ما حوصله پیدا بشه، برای ما راحتی پیدا بشه، تا این که بتوانیم عبادت الله را درست انجام بدیم. پس او خواب ما هم به ما عبادت هست. وقتی ما غذا میخوریم به این نیت غذا میخوریم که از اثر این طعام در وجود ما قوتی بیایه، انرژی بیایه در وجود ما، بالاخره چنان قوتی بیایه که ما بتوانیم عبادت پروردگار عالم را انجام بدیم. پس غذا خوردن هم برای ما عبادت شد. مسئله نزدیک شدن به زن منکوه و نکاح شده، اگر ما به یک زن غیر نکاح شده نزدیک بشیم گناه هست، و به زن منکوه نکاح شده نزدیک بشیم ای اجر و ثواب و پاداش هست. پس به اینه که یک مسلمان میتوانه 24 ساعت عمر خود فقط با نیت خود به عبادت تبدیل بکنه، که اکل و شربش، خواب شدن و بیدار شدنش و مسائل بالاخره خانداریش، همه تجارت و معامله و دکانداریش، همه تبدیل بشه به عبادت. پس به اینه که از جمله آداب غذا خوردن اینه که اول روزی از رای حلال باشه، غذا از رای حلال باشه. وقتی کسی که میخوره به نیت تقوا و خدا ترسی و به این که عبادت الله سبحانه و تعالی درست و صحیح انجام بده. دوم از جمله آداب اینه که قبل از شروع غذا دستهای خود را شخص چکار میکنه؟ میشویه. شما ببینیم از وقتی که قضیه کرونا به دنیا شد، حالا دیگه دنیا فهمیده که باید ساعت به ساعت یا چند ساعت یک مرتبه دستان باید شسته بشه. نبی مکرم اسلام، دین مبین اسلام، 1400 سال قبل تا به امروز شبانه روز 5 وقت نماز، وضو، همه این مسائل قبل از غذا دستای خود را شستن. پس ببینیم دین مبین اسلام دین نظافت، دین پاکیه. به اینه که ما وقتی که میخوایم غذا تناول کنیم قبل از شروع غذا دستان خود را شستن، و وقتی دستای ما شسته شد دستای خود را پاک نمی کنیم. این سنته قبل از غذا، چون هر دستمالی و کاغذی و بالاخره چیزی که به دست ما اصابت بکنه او از آب پاکتر نیست. آب از همه شی پاکتره که در دست انسان هست. سوم، وقتی که از جمله آداب غذا خوردن اینه که میخوایم غذا رو شروع بکنیم، در ابتدا بسم الله هست. در ابتدا بسم الله هست. اگر بسم الله در ابتدای غذا از یاد ما رفت، از فکر ما رفت، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند در وسط غذا اگر به یاد شما آمد، شما بگیم بسم الله اوله و آخره و بعد غذا را تناول کنیم و نوش جان کنیم. امروز عزیزان من، امروز دنیا به این نتیجه رسیده که این آبی که ما می نوشیم این شعور داره، این آب حس داره، این آب حالت، این آب در زیر میکروسکوپ ها و اینها وقتی قرار دادن، اگر ما این آب تعریف کنیم، توصیف کنیم، این حالت زیبایی به خود میگیره. اگر ما این را توهین کنیم و تحقیر کنیم، این آب حالت خود را دیگرگون میسازه.
عین شکل تمام چیزهایی که وقتی ما تناول میکنیم و میخوریم، وقتی ما میگیم بسم الله به نام پروردگار عالم، ای آب خود زیبا میگردانه. وقتی با او زیبایی در وجود انسان رفت، اثر زیبا میگردانه. و در طعامی که ما میخوریم میگیم بسم الله، هزاران حکمت گذاشته هست. به نام پروردگار عالم شما غذا را شروع میکنیم. وقتی که غذا تمام شد میگیم الحمدلله. نبی مکرم اسلام میفرمایند کسی که در ابتدای غذای خود بگه بسم الله و در انتهای غذای بگه بگه الحمدلله، الله سبحانه و تعالی از این نعمتی که استفاده کرده در روز قیامت پرسان نمیکنه و پرسان نمیشه. از تمام نعمت ها ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روزی میآید که از تمام نعمت ها پرسان میشه. از تمام نعمت های خوردن، نوشیدن، پوشیدن، آنچه که نعمت های پروردگار انسان استفاده کرده در روز قیامت پرسان میشه. اما چی خوبه که انسان عملی را انجام بده که در روز قیامت بر علاوه‌ای که پرسان نشه برای انسان اجر و ثواب و پاداش و اینها هم داده بشه. مسئله چهارم یا آداب چهارم، وقتی که لقمه از دست انسان میفته روی دسترخوان، این سنت مسنونه هست، انسان او را برداره و پس نوش جان بکنه. حتی علما بیان میکنن، فقها و ائمه و بزرگان میفرمایند اگر لقمه شما در جای افتاد که به جان از او چیزی چسبیده بود که یعنی خراب شده بود یک قسمت از او جدا کنیم، همون قسمتی که خراب شده، همون قسمتی که آسیب رسیده، ولی متباقی او غذا خورده بشه و بالآخره فواید زیادی داره. انسانی که وقتی لقمهش به زمین افتاد و برداره، این نشانه تواضع هست، نشانه فروتنی هست، نشانه اینه که شما به این روزی که پروردگار عالم داده شما برایش ارج و احترام و اینها گذاشتید. به اینه که این از جمله آداب چی هست؟ آداب غذا خوردن هست. میشه به عبارت دیگه بگیم که بعضی انسانها رو میبینیم در وقت غذا خوردن آنقدر غذا نمیخوره که لقمه ها بر دسترخوان میفته و بالآخر ضایع میشه. یک مسئله دوم، حتی در وقت غذا خوردن از بعضی غذاهایی که مثال گوشت ما بیان بکنیم در بعضی محافل و مجالس و اینها، یک شخص میبینی که این گوشت رو توته کرده و بالآخره روی قاب گذاشته، یک قسمتی از گوشت مانده، او استخوان یک گوشه میگذاره. این بیا به تعبیر ای که اگه بگیم حالت متکبرانه یا حالتی که عوامی میگه که خانخوری نکن، طریق مسنونه هست که حتی او استخوانی که انسان بتانه با دندان بگیره. خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم استخوانی که گوشت داشت با دندان خود میگرفتن و او نوش جان میکردن و استخوانی که پاک میشد یک گوشه میگذاشتن. به این عزیزان و بزرگواران، وقتی ما طعامی که پیش روی ما گذاشته هست یک لحظه یاد ما بیایه که این طعامی که پیش رو گذاشته هزاران انسان فقیریه که تا به حال این طعام را ندیده، تا حال این طعام به او نرسیده. بعد وقتی به این فکر باشه اگر لقمه هم بر زمین افتاد او را بر میداره و از او استفاده میکنه. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که نامه‌ها به پادشاه روم و فارس و بالآخره پادشاهان دنیا فرستادن، به یکی از مناطقی که بعضی تاریخ میگه پادشاه روم بود و بعضی پادشاه فارس ها بیشتر به تمدن و به اینها نزدیکتر بودن، میگه وقتی که صحابه و دو صحابه جلیل القدر نامه را آوردن برای پادشاه تقدیم کردن، پادشاه دید که لباس ها وصل زده و بالآخره کهنه و شمشیر شکسته و به اینها، گفت که محمد میخواد با همین افراد ژولید مو و لباس کهنه و بالآخره با همین شمشیر شکسته دنیا رو بگیره. میگه وقتی که یه حرف زد صحابه گفت تو نگاه نکن که این شمشیر شکسته هست یا شکسته نیست، نگاه کن به بازویی که این شمشیر رو میزنه. میگه بعد این پادشاه گفت که اینها را نان بدهید، رخصت کنید، اینها کجا و که دنیا رو بگیرن، اینها کجا باشن و ای که روم رو بگیرن و فارس رو بگیرن. میگه وقتی که در دسترخوان پادشاه نشستن شروع کردن به غذا خوردن، از دست یک صحابه لقمه افتاد داخل
اول که در او وقت و زمان همین قاشق و پنجه‌ای که امروز ما و شما میبینیم و بالاخره عادت جامعه هست، خب اشکالی نداره کسی به قاشق و پنجه بخوره و بالاخره به اینها، ولی فوائدی که امروز حتی اطباء گفتن غذایی که بر دست خورده میشه تا به قاشق خورده میشه هضمی و فوائدی که این غذایی که بر دست تماس میکنه تا قاشقی که میره به دهن زمین تا به آسمانه. همه با مو قاشق و پنجه و با مو عادتی که داشتن، این دو صحابه گفتن نه، ما با مو عادتی که رسول الله داشتن با دست خود میخوردن، ما هم با دست میخوریم. یک لقمه از دست صحابه افتاد بر روی دسترخوان یا بالاخره در پیش رویش، میخواست که برداره. صحابه دیگه اشاره کرد گفت که بر ندار، ببین همه شاهان و وزیران و بالاخره آدمای با حکم و حشم و اینها قرار دارن، نکو شاید آبروی ما در همینجی در خطر نشه. او صحابه وردش گفت ااترک سنت نبینا بهؤلاء الحمقا، گفت آیا سنت پیامبر خود را به خاطر این احمقا ما ترک میکنم؟ ابدا ترک نمیکنم. ببینیم عزیزان و بزرگواران، این سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که نان از دست رسول الله هم بر روی دسترخوان می افتاد، بر می داشتن و او نوش جان می کردن، به شرطی که او غذا آلوده نشده باشه، بالاخره به جای نیفتاده باشه که او آلودگی و اینها گرفته باشه. از جمله آداب غذا خوردن اینه که غذا داغ خورده نشه و در وقت غذا خوردن غذایی که داغه او به اصطلاح ما و شما پوف نشه. عادت بین جامعه اکثرا ما این عادت رو داریم که وقتی غذا را گرفتیم او اگه داغ بود پوف میکنیم. شریعت این منع کرده، گفته این کار نکنید، اما امروز اطباء میگن که شما وقتی غذای داغ شما پوف کردیم، از او هوایی که از دهن انسان بیرون میشه او غذا را هم به یک نوع مکروبی تبدیل میکنه و به او مکروبی سرایت میکنه و شاید فضایی هم که در اونجا دیگران نشسته باشن او فضا را هم آلوده بکنه. از جمله آداب غذا خوردن اینه که غذا داغ خورده نشه و غذای داغ پوف کرده نشه. از جمله آداب غذا به دست راست غذا خوردن هست که به دست راست غذا را بخوریم. هر کدام اینها در احادیث آمده که ما گفتیم که صریح میگذاریم و فقط آداب غذا خوردن را به طور خلاصه و فشرده بیان میکنیم. به دست راست غذا خوردن هست، چون در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند به دست راست غذا بخورید، چون به دست چپ شیطان غذا میخوره. به دست چپ کارهای شیطان هست و غذا خوردن شیطان هست. از جمله آداب غذا این که وقت غذا خوردن از وسط قاب و کاسه شروع نکنید. از جمله آداب اینه که از یک طرف ظرف غذا را شروع کنید و این از جمله آداب غذا خوردن هست. بعضی انسان ها عادت دارن که عادت خوبی نیست یا عادت جالبی نیست، وقتی که غذا خوردن تمام شد چکه از نان میگیرن دستای خود را پاک میکنن مثل یک دستمال کاغذی. بعد این نانی که بالاخره دستا پاک شد این داخل سفره و دسترخوان میاندازن. این از جمله آداب غذا نیست، از جمله مکروهات و ممنوعات غذا هست که انسان بیایه یک غذای، یک طعام، یک نان او به عنوان یک دستمال قرار بده و بعداً او دور بیاندازه. از جمله آداب غذا خوردن اینه که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که انسان بتوانه با 3 انگشت غذا بخوره، یعنی 3 انگشت خور داخل قاب و کاسه پایین بکنه و نبی کریم صلی الله علیه و سلم با 3 انگشت غذا میخوردن که این طریقه مسنونه و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. از جمله آداب غذا خوردن اینه که لقمه انسان از پیش خود برداره، خصوصا در جاهایی که رواج هست. خصوصا ما و شما در مناطق ما میبینیم که در
یک قوری 2 نفر 3 نفر یا در یک کاسه 2 نفر 3 نفر می نشینه. از جمله آداب غذا خوردن اینه که انسان از پیش خود، از مقابل خود و از کنار ظرف غذا خوردن آغاز بکنه و شروع بکنه. از جمله آداب غذا خوردن اینه که هیچ وقت و هیچگاه به طعام عیب نگیره. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به هیچ طعام عیب نمی گرفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر نوع غذایی که حلال و پاک و طیب بود می آوردن می خوردن. امروزه بین جامعه ما بعضی انسان ها به غذا عیب می گیرن. کار خوبی نیست. اگر دوست نداری، اگر طبیعت تو برابر نیست، اشکالی نداره، اما عیب نگیر. اما به غذا حرف نزن. شاید همین غذایی که تو دوست نداری 10 نفر دیگه دوست داشته باشه. همین غذایی که تو الان میگی من نمیخواهم، هزاران انسان گرسنه قلبش به پشت همین غذا بتوه. هزارها انسانی که گرسنه هست همو غذا ندیده، نچشیده. پس بناهن نبی مکرم اسلام میفرمایند هیچ وقت به غذا عیب نگیرید، اشکال وارد نکنید. از جمله آداب غذا خوردن اینه که بعد از اینکه غذا تمام شد، بعد از اینکه از غذا خلاص شدید و بالاخره دیگه غذا و اشتها نداشتید، به اینه که میگی الحمدلله، حمد پروردگار عالم بیان بکن. یا این که در بعضی اقوال آمده الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. حمد از آن او ذاته که ما را طعام داد، ما را آب داد و ما را از زمره مسلمین قرار داد. پس سپاس از او ذاته که این همه نعمتها را شامل حال ما گردانید. به این عزیزان و بزرگواران از جمله آداب غذا سریعتر بیان میکنیم اینه که در وقت غذا خوردن طریقه نشستن هست. طریقه نشستن، این آداب غذا خوردنی که من بیان میکنم، برادرایی که در دعوت و تبلیغ رفته باشن اینها خوب میفهمن. اونجا عملی بیان میشه، عملی اجرا میشه و برای اونها گفته میشه که غذا را چگونه و با این گونه آداب شما اجرا کنید. پس بناهن طریقه نشستن در وقت غذا خوردن اینه که روی پای چپ انسان می نشینه و پای راست در استاد میکنه. و یا این که در بعضی اقوال آمده که مثل که به قاعده به تحیات نشستیم به این گونه می نشینن و طریق آداب غذا خوردن هست. اما اینها جزء آدابه. اگر یک نفر اون قسم 6 نتانیست 4 زانو زد و بالاخره اشکالی نداره، اینها بحث آداب و اینها هست. از جمله آداب غذا خوردن اینه که به وقت غذا خوردن به لقمه دیگران نگاه نشه. یعنی وقتی که غذا کسی میخوره در یک دسترخوان نشسته هست، از جمله آداب اینه که طرف لقمه اش، طرف دهنش و بالاخره نگاه نشه تا ای که او طرف مقابل غذای خود راحت و اینها بخوره. از جمله آداب غذا خوردن اینه که قبل از سیر شدن انسان وقتی که نزدیک به سیر شدنش میرسه دست از غذا بکشه. در صدر اسلام به زمان سیدنا عمر رضی الله عنه طبیبی آمد در مدینه، چند روزی در مدینه بود و بعد آمد گفت که شما مردم مگر مریض نمیشوید؟ من اینجا یک دکتری، یک طبیبی آمدم و بالاخره شما مگر مریض نمیشوید؟ سیدنا عمر گفتن که در مدینه منوره مردم عادت دارن که تا این عادت باشه مریضی کمتر به سراغ اینا می آید. گفتن چی عادته؟ گفتن قبل از سیر شدن که چند لقمه به سیر شدن بمانه دست از غذا میکشن. اما امروز از ما تا اندازه برعکس شده. سیر که شدیم یک چند لقمه هم به سر سیری خورده میشه. وقتی که به سر سیری چند لقمه خورده میشه دیگه ماشاءالله این جاده ها هم که شما میبینیم که تبله‌ها هم در و دیوار زده دکتر فلانی. از 100 نفر هم که 5 نفر رستاد بکنیم، از 100 نفر 95 نفر تکلیف داره. یکی تکلیف شکر داره، یکی تکلیف قند داره، یکی تکلیف فلان داره. اینا هم از اثر چی هست؟ از لحاظ شرعی میگه وقتی که به غذا خوردن می نشینید شکم خود را به 3 حصه تقسیم کنید. یک حصه از او برای نان باشه،
یک حصه از او برای آب باشه، یک حصه برای تنفس، برای نفس کشیدن باشه. 3 حصه. یک برادری بود شوخی میکرد، میگفت که من فقط شکم را اختصاص دادم به یک حصه نان. میگفت نانه، این که از نان پر شد، آب که بخورم آبم که جای خود رو باز میکنه، نفسم میخواه بیرون شه میخواه نشه دیگه، ما من زامن نفس کنیم دیگه. به این حالت امروزیه. باور کنیم همین کل قبرستان ها شما بریم بگردیم، یک مردر پیدا نمی کنیم که از گرسنگی مرده باشه. سر یک قبر بریم بگیم خدا بیامرزه همین آدم هم از گرسنگی مرده بود، چی نبود که بخوره. اما اکثر قبور شما بریم ببینیم به امراض مختلف، هر کدام ما به همین حالت حالی گرفتاریم. یکی قند، یکی چربی خونه، یکی بالاخره بیترین جوان به سن 20 و 25 سالگی میبینی میگه قند دارم، شکر دارم، چربی خونه ما بالا رفته، فلان و بالاخره فلان و اینها همه از اثر چیه؟ از اثر همینه که و بالاخره این معده‌ای که الله سبحانه و تعالی ایر ساخته، این معده دیگه یک ذره تحمل نداره که تو چاشت به ختم قرآن باش، شبم بالاخره به عروسی باش، صبحم بالاخره به جای دیگر. به این عزیزان و بزرگواران، کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن، اینها عادات بزرگان دین بود که الله نصیب همه ما بگردانه. الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق بده تا این که متوجه این آداب غذا خوردن، متوجه سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم. از جمله آداب غذا خوردن گفتیم که قبل از سیر شدن دست از غذا کشیده بشه و شکم به 3 حصه تقسیم بشه، قسمت به نان، قسمت به آب و قسمت هم برای تنفس. از جمله آداب غذا خوردن اینه که از حرکاتی که سبب دلبدی دیگران بشه خودداری بشه. از جمله حرکات اینها همه در روایات و در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و اقوال بزرگان بیان شده. از اعمالی که سبب دلبدی دیگران بشه در وقت غذا خوردن خودداری بشه، از جمله آداب هست. بعضی انسانها در وقت غذا خوردن متوجه نیست که او لقمه‌ای که در دهن گذاشته چقدر صدا میکشه، و بعضی بالاخره به اصطلاح و تعبیر بعضی انسانها حالت فش و بالاخره مولجلجی که میگن، اینا مسائلیه که در بعضی اقوال آمده که باید مطرح بشه. و همچنین از جمله آداب غذا بعضی انسانها متوجه نیست، دسترخوان 10 نفر 20 نفر نشسته ان، بسیار ببخشید شروع میکنه به اوراقای عجیب و غریب و اینها. خب این طرف اینا نبی مکرم اسلام میفرمه شما آداب مجلس متوجه باشیم. شما اینها از جمله آداب غذا خوردن 3 نفر به یک قوری می نشینه، خب باید اجازه بگیره. خصوصا در شرایط امروزی یک نفر میبینیم چربی داره، یک نفر بالاخره مشکلات دیگه داره، ای از امرا شروع میکنه می کاسه قرمه لکه و بالای قاب میریزه. خب پرسان کو بکن برادر عزیز و گرامی که آیا امین رفیقای تو، دوستای تو همینا هم به همین موافق بودن یا نبودن؟ بمردیو میبینی بالاخره کاسه مازرم چپه کرد. اینا همه مسائلیه که باید ما متوجه باشیم و اینا رو باید بفهمیم. اینا از جمله آداب